درود رفقا، به دوره آموزشی معامله‌گری آموزش‌های قدم به قدم خوش اومدید. من علیم و قراره تو این سفر هیجان انگیز کنارتون باشم. تو ویدیو قبلی درباره ترید، مفاهیم پایه بازار از جمله مارکت، جفت ارز و موارد دیگه صحبت کردیم. امروز میخوام بگم چطور میشه توی خونه و پشت یک لپتاپ در بزرگترین بازار مالی جهان کار کرد. اگه کنجکاو هستی دقیقاً جای درستی اومدی. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله رو فعال. خب سوال اصلی، چه کسانی تو این بازار حضور دارن؟ 3 دسته. دسته اول بانک‌های بزرگ و مرکزی مثل فدرال رزرو آمریکا که اینا بازیگران بازار هستن و چارت و جهت بازار رو مشخص میکنن. دسته دوم شرکت‌های بین‌المللی و مؤسسات، مثلا یه شرکت ژاپنی میخواد مواد اولیه از اروپا بخره، باید ین به یورو تبدیل کنه. و در نهایت معامله‌گران خرد مثل من و شما. خوشبختانه ما میتونیم از طریق کارگزاری‌ها، بروکرها به این بازار وصل بشیم و در کنار غول‌های بزرگ از نوساناتی که ایجاد میکنن سود ببریم. حالا چرا فارکس اینقدر محبوب شده؟ چند دلیل اصلی داره. دلیل اول بازار 24 ساعته. از دوشنبه تا جمعه شما در هر لحظه از شبانه روز که اراده کنید میتونید تو این بازار معامله کنید. دلیل دوم نقدشوندگی بالا. تقریبا در هر لحظه میتونید بخرید یا بفروشید. و دلیل بعدی دسترسی با سرمایه کم با استفاده از اهرم یا لورج. شما میتونید با سرمایه چندین برابر بزرگتر از موجودیتون در این بازار فعالیت کنید. الان میرسیم به مهمترین بخش صحبت‌های این جلسه. همین اهرم درست مثل یک شمشیر دولبه است. هم سود شما رو چند برابر میکنه و هم ضرر شما رو. این بازار پر از نوسانه و خیلی از معامله‌گران تازه کار متاسفانه با نداشتن مدیریت سرمایه درست سرمایه‌شون از دست میدن. پس هدف ما تو این دوره فقط کسب سود نیست. در درجه اول حفظ سرمایه است و دوم به مرور اون رو رشد بدیم. پس این موضوع رو مثل یک نقشه گنج در ذهنتون مدام مرور کنید. خب بریم سراغ یادگیری زبان بازار فارکس. شما همیشه یک ارز رو در مقابل ارز دیگه معامله می کنید. مثلا یورو USD، یعنی یورو در برابر دلار آمریکا. به این میگن جفت ارز. تو ویدیو قبلی توضیح دادم کاملا. ارز پایه، اولین ارز یعنی یورو. وقتی شما این جفت ارز رو میخرید یعنی دارید یورو میخرید. ارز متقابل یعنی ارز دوم دلار. قیمت نشان داده شده مقدار پولی هست که باید بپردازید تا یک واحد از اون ارز رو بخرید. برای مثال اگر قیمت یورو USD بشه 1.0500 یعنی شما برای خرید 1 یورو باید 1.0500 دلار پرداخت کنید. حالا چطور سود و ضرر رو حساب کنیم؟ دو واحد، پیپ و لات. پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت برای اکثر جفت ارزها، همون رقم چهارم اعشار. مثال اگر قیمت یورو USD از 1.1000 بره به 1.1001 یعنی 1 پیپ بالا رفته. لات اندازه حجم معامله شماست که خودش به 3 دسته تقسیم میشه. لات استاندارد 100,000 واحد، مینی لات 10,000 واحد یا 1/10 لات و میکرو لات 1000 واحد یعنی 1/100 لات که برای شروع و برای مدیریت ریسک بهترین گزینه است. حالا این دوتا رو با هم قاطی میکنیم. فرض کنید شما 1 مینی لات روی جفت ارز یورو USD خریدید. وقتی قیمت 10 پیپ به نفع شما حرکت کنه چقدر سود کردید؟ $10. جزئیاتش رو تو ویدیو بعدی به صورت کامل براتون توضیح میدم. خب امروز چی یاد گرفتیم؟ یه مرور سریع کنیم. با بازیگران اصلی فارکس آشنا شدیم، مزایا و ریسک‌های خیلی مهمش رو بررسی کردیم و با مفاهیم جفت ارز، پیپ و لات آشنا شدیم. بهتون تبریک میگم، شما اولین و مهمترین گام رو برداشتید. اما قصه همینجا تموم نمیشه. تو قسمت بعدی میریم سراغ عمل.
بهتون یاد میدم چطور یک کارگزار معتبر انتخاب کنید، نرم افزارهای معاملاتی مثل متاتریدر رو نصب کنید، ولی آزمایشی خودتون انجام بدید. قول میدم که خیلی جذاب و کاربردی باشه. اگر در حین دیدن این ویدیو سوالی براتون پیش اومد تو کامنت ها برام بنویسید. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. من علی ام. تا دفعه بعدی، خدا نگهدار و موفق باشید.